وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 18 اپریل سال 2023 خبر سوختار در یکی از بلندنشانه‌های شهر وحدت را تصدیق کرد و گفت که این سوختار به ساکنان به مبلغ 86,000 سومانی ضرر رساند. وزارت کارهای داخلی گفت سوختار شب 15 به 16 اپریل سال 2023 ساعت 00:49 دقیقه در آشیانه ششم بنای استقامتی واقع در کوچه ارچگیتوف شهر وحدت به عمل آمد. هنگام به محل حادثه حاضر شدن آتش نشانان در مساحت تقریبا 450 متر مربع بالا پوش بنای استقامتی آتش کشاد و دود غلیظ فرا گرفت. خف به واسطه پهن گردیدن علنگه آتش به دیگر قسمت‌های بنا به میان آمده بود. از جانب کارمندان خدمات دولتی آتش نشانی وزارت کارهای داخلی راه‌های پنشوی آتش فوراً در همه سمت‌ها پیشگیری کرده شد. در نتیجه گذراندن عملیات فوری تاکتیکی آتش نشانی به کارمندان خدمات آتش نشانی میسر گردید که سوختار را در ساعت 03:53 دقیقه در مساحت اولش به پررگی خاموش نمایند گفته می شود. در اطلاعیه وزارت کارهای داخلی گفت خوشبختانه از سوختار هیچ کس ضرر جسمانی نبرداشته است و فوت آدم‌ها نیز به قید گرفته نشده است، ولی موافق حساب‌های پیشکی مبلغ ضرر از سوختار 86,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. وزارت کارهای داخلی گفت تحقیق حادثه سوختار از طرف متخصصان ادامه دارد. این نهاد در اطلاعیه‌اش درباره سبب سوختار چیزی نگفته است، ولی از پلوس از قبل مقامات خدمات آتش نشانی خبر داد که بنا به خلاصه مقدماتی سوختار در نتیجه رسش کوتاه ناقل‌ها در یکی از منزل‌های این بنا به عمل آمده است. مقامات رسش کوتاه ناقل‌های برق و ترکیدن بالون‌های گاز را از سبب‌های عمده سوختار در تاجیکستان می‌نامند.